دکتر رویا پادمر هستم، جراح و متخصص زنان، فلوشیپ لاپاراسکوپی پیشرفته اندومتریوز و زنان و هیستروسکوپی هستم. دبیر کنگره آینده امیک 2026 یعنی 2026 از تاریخ 17 تا 19 دی ماه هستم. این کنگره 13مین کنگره هست که به همت مرکز ناباروری ابن سینا و پژوهشگاه ابن سینا برگزار خواهد شد و کنگره های قبلی ما تلاشمون این بود که راه های جدید مینیمال اینویزیو سرجری به خصوص در بیماری اندومتریوز و ریسرچ های جدیدی که در زمینه درمان بیماری اندومتریوز و کلاً جراحی مینیمال اینویزیو هست ارائه بدیم و سعی کردیم که از اساتید همه جای دنیا که اساتید برجسته‌ای در این فیلد هستند دعوت کنیم که سخنرانی داشته باشند، حضور فیزیکی داشته باشند و به صورت لایف سرجری و به صورت فستیوال فیلم‌های لاپاراسکوپی بتونیم از حضور اساتید تمام نقاط دنیا استفاده کنیم. اساتید کانادا، امریکا، روسیه، کشور عراق که همسایه‌مون هستند و کشورهای اروپایی رو دعوت کردیم که در این کنگره لکچر داشته باشن، حضور فیزیکی داشته باشن و ما بتونیم از تجربهشون استفاده کنیم. هدف ما این هست که در حقیقت از لحاظ علمی پیشرفتی در زمینه بیماری‌های مینیمال اینویزیو و اندومتریوز ایجاد کنیم و در کنار اون راه‌های درمانی جدید و روش‌هایی رو که میشه در حقیقت به بیماران بیشتر کمک کرد و بتونیم زندگی بهتری و کوالیتی آف لایف و کیفیت زندگی بهتری برای بیماران اون فراهم کنیم رو با همدیگه به بحث بنشینیم. امیدوارم که حتما حضور داشته باشین و ما بتونیم از علم و تجربه همه افرادی که درگیر درمان بیماری اندومتریوز و درگیر درمان بیماری‌های زنان هستن استفاده کنیم. به امید دیدار.